بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشابینان محترم، تماشابینان کانال سرخاب تیوی. عین حال در کوهسار قرار داریم و بهر شمایان، بهر مهاجران مهنتی نوار را میخواهیم که پیشکشی ایشان گردانیم و اطمینان کامل داریم که هر یکی شمایان در این روزهای ماه شریف رمضان سرخاب را، دیار خویش تاجیکستان عزیز را پزمان شده اید و باوری دارم که این نوار به شما معقول می آید، زیرا حالا در تاجیکستان فصل بهار حکم فرماست و علی خصوص هوای کوهسار خیلی تازه و آسمان بی‌غبار است. در قله های سر بر فلک کشیده سفیدارسنگ تا حال برف وجود دارد. هوای اینجا خیلی سلقین، تازه و برای کس حلاوت می بخشد. ناگفته نماند که دوستان عزیز، در این روزهای مبارک عید شریف رمضان قرار داریم، در دهه آخر، و از فرصت مناسب استفاده برده به همه شمایان مهاجران مهنتی، عزیزان دل دیده، آرزویان را داریم که بگذار همیشه سربلند باشید، بگذار همیشه تن صحت و پیروز باشید، تندرست باشید، به کارهای شما موفقیت ها آرزو دارین. خود را احتیاط کنید، خواه در ساختمان، خواه در تجارت و خواه در کدام گوشه و کنار فدراسیون روسیه و بیرون از آن قرار داشته باشید، خود را حتما احتیاط کنید. بازگشت شمایان را همه مایان انتظار هستیم. اینچنین اهل بیت شما، نزدیکان شما، پیوندان شما نیز شمایان را انتظار هستند، با دو چشم چار انتظار هستند و باوری داریم که روزهای نزدیک شمایان به حلقه دوستان می پیوندید. بگذار همیشه سربلند باشید، اصلا روی درد را نبینید و میخواهیم که در تاجیکستان عزیز ما بگذار همیشه صلح و تنجی آرامی حکم فرما باشد، دسترخوان شما پر از ناز و نعمت باشد، فراوانی باشد. من امسال خدا اگر خواهد، سال دهقانی است، باران های پی در پی شده استادند، دشت و صحرا، کوهسار، همه جا سبز و خرم، همه جا دلکش، دلربا، جذاب. من چنانه که در نوار میبینید، دشت ها سبز و خرم. در ارچه‌زار قرار داریم و چه خوش است بوی ارچه‌زار، چه خوش است بوی وطن، خاک وطن. باقی سلامت باشید، در پناه خداوند. نوارهای ما را پیگیری کنید و با کانال سرخاب تیوی آبونه شدن را فراموش نکنید. حتما پادپیسات کنید و ما را دستگیری کنید. خدا حافظ، خیر.